سخن خوب است که از اول خاطری کس را نرنجاند، که بعد از گفتگو سود ندارد لب گزیدن ها. سلام بینندگان عزیز، سراول به همه شما در این وطن امن و آسایشته یک زندگی شایسته داشتن را تمنا دارم. بگذار همیشه صحتمند و سربلند و خوشبخت بمانید. طبق رسانه ها به همه ما و شما معلوم است که در عرفه عید نوروز بین المللی، عید ملی که بین المللی گشت، محترم پیشوای معظم ملت زیاده از 897 نفر محبوس را عفو نمودند. اگر در رسانه ها دیده باشید چه یک منظره بسیار شادی و خرسندی، مادرها از خرسندی اشک میریزند. اکثر محبوسان از پیشوای معظم ملت منتداری بیان کردند به خاطر بخشش جزایشان و بسیاری آنها به ما علاقه برآمدند که امید جان یک نواری که از نام همه ما به پیشوای معظم ملت منتداری بیان کن به خاطر این قدر غمخواری و دلسوزی هاش به ما محبوس، به ما که خطا کردیم و جنایت کردیم و با پس پنجره رفتیم برای ما رحم کردند. ما یک مرتبه در مصاحبه خود منتداری بیان کردیم از نام بسیاری محبوسان و اینکه دوباره از ما خواهش کردند به خاطر عفو پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و من خواستم که یک نواری خاصه کنم و از پیشوای معظم ملت بهر این قدر غمخواری و دلسوزی هایشان اظهار منتداری بیان کنیم. اگر شما مصاحبه ما رو دیده باشین، اگر ندیده باشید یک بار داخل شبکه شوید و از نظر گذرانید. ما در اونجا برای پیشگیری مجموع جنایت ها توصیه ها داده بودیم، برای اصلاح محبوسان توصیه ها داده بودیم و یک چیز دیگر را میخوام در اینجا قید کنم که با محبوسان آزاد شده خواهشمند اگر برنامه ها شود، این برای اصلاح جامعه، برای اصلاح محبوسان، برای پیشگیری جنایت ها خیلی مساعدت کلان خواهد کرد. چرا؟ چون که اونها تجربه‌ای که در آنجا گرفتند، خطاهای خود را چگونه اصلاح کردند، در اینجا اگر صحبت شود این بسیار یک تاثیر خوب میرساند بر جامعه. روزهای نزدیک یک نوار داریم با یکی از شخصانی که زیاده از 14 سال در محبس بود، 11 سال در روسیه و 3 سال دیگر در داخل کشور. سخنهایی که این برادر به ما گفت راستی باور کنین من طاقت گوش کردن نکردم. من پیشنهاد کردم که اگر این را تو به مردم رسانی و مردم از این چیز یک بهره خیلی کلان میگیرن و شاید که زندگی خودشون رو تغییر دهند. این برادر راضی شد، گفت یک تنه صدها برآمد میکنم به خاطر مردم تاجیک، به خاطر ملت تاجیک خود. پیامبر اسلام درود بر او و آلش میفرماید حج عمره تا عمره دیگر کفارت گناهان میگردد و حج قبول گردیده پاداشش جز جنت دیگر چیزی نیست. شما آرزوی خانه خدا را دارید؟ شرکت زمزم شما را با راحتی کامل و نرخ‌های موافق به حج عمره میبرند. ویزا، چیپتا و مهمانخانه، راهبردی با تجربه، خدمت رسانی با صفت، سفرهای انفرادی و گروهی. حالا تماس گیرید و سفر مقدس خود را فرمایش دهید. سفرها از روسیه، تاجیکستان و ازبکستان. معلومات بیشتر را شما میتوانید از رقم‌هایی که در روی نوار است دسترس نمایید. اگر شما از نام دوستتان صدای امید مراجعت کردید، حتما به شما تخفیف کرده و خدمت خوب میرسانم. اگر صدایی که در اینجا شما را خلل رسانیده باشد، دوستان عزیز، صدای انا همین برق ناقل ها است. قریب که 5 سال پیش، سال 2020 ما استودیوی شخصی خود را داشته بودیم که بهر شما فیلم ها و برنامه های جالبی را پیشنهاد میکردیم. راستی همان استودیوی ما برهم خورد و میخواهیم که همین استودیو را برقرار کنیم با دستگیری همه شما. بسیاری از دوستان و برادران از ما خواهش کردند که سرگذشت و حیات اونها را ما روی نوار بیاریم، یعنی فیلم های کات‌متراژ یا که دراز مدت گیریم. وقتی که ما بسیاری از شما را رد میکنیم، دوستان از ما خفه نشوید، چون که شرایط ما برای همین چیز نمیرسد. از همین سبب من شما را رد میکنم. اگر شما خواهشتان باشد ما استودیو خود را برقرار کنیم، بعدا ما میتوانیم همه سرگذشت شما را روی نوار بیاریم. بله، سرگذشت بسیاری از شما را وقتی که میخونم باور کنم من قبیله نمیتونم. بسیار تاثیر بخش، جامعه را بسیار تاثیر میکند. سرگذشت شما سرگذشت صدها نفر مردم
شرفمند تاجیکستان است. اگر شما بخواهید که در این جاده ما رو دستگیری کنید، چقدر که میتوانید، این همین رقم‌های کارت دوشنبه سیتی ما هست. هر کمک خیر صدقه که شما در اینجا میکنید، ان شاء الله امید دارم که از اینجا یک پاداش و اجر بزرگ میگیرید. چون که ما هر یک نوار و فیلم های تربیوی که میگیریم، این صدقه جاریه برای جان هر یک شما خواهد شد. میبینیم امروز در یک کنکورس های بی معنی و فریب و قماری که زیاده از مردم 5000 و 10000 و حتی بعضیش هم میتونیم تا میلیون در همینجا بازی کرده ایستاده است. اگر ما در همینجا کار خیر ثواب 500 سوم 1000 سوم چند قدره که ما خیر کنیم، از این باره ما یک منفعت بزرگ میرسد. چون که وقتی ما یک کمک میکنیم، خداوند 700 مرتبه همون را برمیگرداند، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. برادرانی که میخواهید در این جاده ما را دستگیری کنین، به یگان گپ زیادتی مرحمت کمک خطونه برسونید. شخصانی که کمک نمیکنین، گپ زیادتی نزنین، در حق ما دعا کنین. این دعای شما بهترین خیر برای ما میشود. اگر صاحب کارهای وطن دوست و ملت دوست باشند که در همین جاده ما را دستگیری کنن، من امید دارم کاری را میکنم که بر این وطن، بر این ملت بسیار منفعت خوبی برسد. پیش از اون که شما در دلتون شبهه نماند، شما میتونید یک داخل شبکه یوتیوبی و اینستاگرام و تیک تاک شوین و ببینید که ما در اینجا چقدر کارهایی کرده ایستاده ایم برای بهبود شدن سطح زندگی مردم، برای پیشگیری از مجموع جنایت ها، برای فرهنگ مدنیت ملت تاجیک. و ما در آینده نقشه های خیلی زیاد داریم برای مردم از یک زندگی پست به یک زندگی بلند برآمدن، معرفت مدنیت مردم تاجیک رو در سطح بلند برداشتن. شما یک بار از نظر گذرانید نوارها را. وقتی که ما از تمام تجهیزات تامین گشتیم، آن وقت شما ببینید که ما چقدر خدمت ها بهر وطن و ملت خواهیم کرد، مخصوص بهر مهاجران دور وطن. اکثر کارهایی که ما میکنیم دستگیری کلی مهاجران است. حتی باور بکنین وقتی که من سالهای 2019-20 در شبکه‌های اجتماعی برآمد میکردم، از مردم اگر من کمک و طلب میکردم، اکثریت مردم از مهاجرت مهنتی بودند. خیلی زیاده شاید 70% از روسیه بود، یعنی که مهاجرت مهنتی، و اینکه دیگر شهرهای دنیا 30% دیگر از داخل کشور. مردم ما مردم کمک رسان است، خیرخواه است. این چیز جای پوشانندش نیست. حتی با کوچکترین یک کاری ما خیر خیلی کلان میرسوندن. خب اگر نظر کرده باشین سال 2019 18 20 زیر پیش همین درخت من نوارها میکردم که الحال شاخه هاش خشک شده است. یا با نشونت کدام به خبر در زیر همین آتش کرده یا همین درخت قاق کرده. خداوند بگذار همیشه صحتمند و سربلند و خانه آباد باشین. خوشی و خرسندی در خاندان همه ما و شما پاینده باشد.